بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آفرین، بی‌نظیر است. چه ترفندی به کار بسته این؟ همان غذای پیشین است عالی جناب. تنها کمی دل خوش و قدری صداقت با آن اضافه شده است. ببینم دل خرم و صداقت غذا را این همه خوش طعم میکنه؟ این از حسن زن و بزرگواری خداوندگار من و بانو زلیخاست. این محبت و صداقت چرا پیشتر نبود؟ پیشتر یوزارسیف هم نبود. یوزارسیف، تو علم سحر میدانی که دیگران را این همه مجذوب خود میکنی؟ علم سحر؟ خیر بانو، علم سحر چیست؟ او طریق محبت و مهر میداند. او را به سحر نیازی نیست. از فردا یوزارسیف ضمن حضور در آشپزخانه سفره‌دار ما نیز خواهد.
چه شده؟ برای رسیدن به سفره‌داری پوتیفار خیلی تلاش کردم. سالها بردگی، بیکاری، کارهای طاقت فرسا رو تحمل کردم تا مورد توجه پوتیفار قرار گرفتم. حال یک کودک، یک عبرانی گوسفندچران از راه رسیده و همه چیز را خراب کرد. یوزارسیف مقصر نیست. تصمیم گیرنده پوتیفار است. یوزارسیف نمیتواند از فرمان پوتیفار سرپیچی کند. حال چه کنم؟ مرا یا به کشاورزی در بیابان‌های گرم می‌فرستند یا راهی معادن سنگ می‌کنند. من میگویم در اولین فرصت با یوزارسیف صحبت کن. هونیفر هم بد نیست. شاید راه چاره‌ای پیدا شد. ظرف‌های غذا را جمع کنید. میخوایی همانجا بایستی؟ تو نیز کمک کن. از این پس سفره‌دار و خانسالار جناب پوتیفار یوزارسیف است. من حق هیچ دخالتی ندارم. من کاری کردم که خشم تو رو برانگیخته؟ یعنی تو نمیدانی؟ با آمدن تو همه چیز خراب شد. ای کاش میدانستی چقدر برای رسیدن به خانسالاری پوتیفار تلاش کرده بودم. شاید او را به مزارع کشت پاپیروس یا معدن سنگ ببرن. خداوند مرا ببخشد. اگر ناخواسته به تو لطمه‌ای زدم مرا ببخش. من سعی میکنم جبران کنم. نگران نباش. بانو زلیخا، عالی جناب. عالی جناب خوفو با من امری داشتن؟ جای تأسف است بانو. کار ما به جایی کشیده که یک کودک برای معبد تصمیم میگیرد. گمان میکنم در انتقال خبر گزافه‌گویی شده. این کودک یک بیگانه است و رفتار او نشانگر دشمنی او با خدایان است. او را بر امور قصر عزیز مصر مسلط نکنید. یوزارسیف یک کودک است. چه دشمنی با خدایان میتواند داشته باشد؟ شما از علاقه من به خدایان با خبرید. بی تردید دشمن خدایان در قصر من جایگاهی نخواهد داشت. شما یکی از الهه‌های معبد آمون و از همسران آمون می باشید. انتظار از شما بیش از دیگران است. یوزارسیف هنوز نه خدایان را میشناسد و نه معابد را. بهتر از این مطالب را برای جناب پوتیفار هم بیان کنید. بسیار خوب. عالی جناب، شما دستور دادید که یک کودک برای سهمیه غذای اهالی قصر تصمیم بگیرد؟ یوزارسیف فقط از روی پاپیروسی که ما به او دادیم تعداد سهم غذای افراد را می‌خواند. ما فقط از سواد خواندن و نوشتن او بهره گرفتیم. همین. پس چرا دیروز مانع گرفتن سهمیه معبد شده بود؟ فقط برای او سوال شده بود که چرا 5 نفر اهالی معبد 20 سهم غذا میبرند. البته این سوال برای ما نیز بود. منتها یوزارسیف به این ایراد اعتراض کرد. ما به احترام خدایان و کائنان معبد اعتراض نکردیم. به یک کودک چه ارتباطی دارد؟ معبد دوست دارد سهم افراد خود و خدایان را با هم بگیرد. چه کسی گفته افراد معبد هم غذای خود را بخورند هم سهم خدایان را؟ چرا باید افراد معبد مثل تو فربه باشند و دیگر ساکنان قصر رنجور و ضعیف؟ چرا؟ جناب پوتیفار، ما را با برده ها و خدمتکاران مقایسه می کنید. ما خادمین آمون خدای خدایان مصر هستیم. کارکنان این قصر هم بندگان آمون و خادمین خداوندگار خویشند.
با این تفاوت که کارکنان این قصر برای خوشنودی خداوندگار خود زحمت میکشند، ولی کاهنان معبد کمترین تلاشی برای خدایان خود نمی کنند. فقط میخورند و پروار میشوند. من گزارش این اهانت را به آنخ ماهو بزرگ کاهنان معبد آمون خواهم داد. علاقه به یوزارسیف به جای خود، اما نباید به خاطر او کاهنان معبد آمون را از خود برنجانید. به خاطر یوزارسیف نیست. اختلاف بین دربار مصر و معبد آمون ریشه چندین ساله دارد. خودکامگی های ارباب معابد غیر قابل تحمل است. من به اختلاف شما کاری ندارم، اما به عنوان الهه معبد آمون یوزارسیف را به گونه‌ای تربیت خواهم کرد که از پیروان آمون باشد، نه از دشمنان آن. درود بر کاهن اعظم معبد آمون، عالی جناب آنخماه. بگو خفور، میشنوم. آمدم از محضر کاهن اعظم تقاضا نمایم مرا از خدمت در معبد قصر پوتیفار معاف بدارند. چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ در قصر پوتیفار به آمون و کاهنان معبد آمون اهانت می شود. همه کافرند، مخصوصاً پوتیفار که از همه بی ایمانتر شده است. هنوز پاسخی مرا نداده. چه اتفاقی افتاده؟ یک کودک عبرانی به نام یوزارسیف با آمون و خادمین معبد او مخالفت می کند و همه را بر علیه ما تحریک کرده و ما را در انظار مضحکه می نماید. من دیگر به قصر پوتیفار باز نمی گردم. یک کودک تو را این همه به وحشت انداخته؟ من گمان می کردم پوتیفار و آمنحتب را دشمن معبد می‌دانی. نمیدانستم که در حد یک کودک 10 سالت نیستی. ولی او یک کودک معمولی. خفه شو! بس کن! تو نباید قصر را ترک می‌کردی. بدون آنکه کسی بفهمد فوراً باز کرد. در قصر پوتیفار به تو بیشتر نیاز داریم تا اینجا. ما در فکر براندازی حکومت آمنحتب فرمانروای قدرتمند مصر بودیم. اون وقت یکی از بزرگترین کاهنان ما در مبارزه با یک کودک شکست خورده رو به گریز نهاده است. برو اینجا نیست. چرا نمیاد غذایتان را بگیرید؟ مثل فرشته ها میماند.
سفره زیبا و رنگینی است. تا راسته یوزارسیف؟ از سیامنی آموختم. یوزارسیف بسیار باهوش است. بیشک آنچه را که یوزارسیف آموخته به کمال رسانده. زیبایی این سفره مرا به وجد آورده. می توانم به تنهایی فیلی را ببرم. سپاسگزارم یوزارسیف. آیا یوزارسیف نوجوان می تواند کتاب‌های قصه را بخواند؟ علاوه بر آن قصه‌ای را از پدرم آموختم که شنیدنی است. بسیار خوب. از امشب تو برای من قصه بخوانی. قصه؟ جناب پوتیفار همیشه پیش از خواب قصه گوش میکنند تا خوابشان ببرد. کسی که اکنون برایم قصه میخواند دیگر مرا جذب نمی کند. جواب نداده یوزارسیف. ببخشید عالی جناب. پس کتابخانه فعلی شما چه می شود؟ سوفر به کار دیگری مشغول خواهد شد. من پیشتر نیز موجب برکناری هویه شدم. نمیخواهم موجب بیکاری سوفر نیز بشوم. می توانم از جناب پوتیفار تقاضایی داشته باشم؟ همین عطوفت و رقت قلب تو مرا مجذوب کرده. تو میخواهی بگویی برای هویا و سوفر شغلهای بهتری در نظر بگیرم؟ یا اینکه آنها را به شغلهای پیشین خود بازگردم. من نمیخواهم کسی را رنج داده یا موقعیت کسی را به خطر بیاندازم. نگران نباش. به هونیفر خواهم گفت که به هویا و سوفر شغلهای بهتری بدهد. از امروز تو کتابخوان و کتابدار من خواهی بود. جناب پوتیفار ظاهراً یوزارسیف را به من هدیه کردند، اما در باطن خود بیشترین بهره را از او میبرند. اگر شما راضی نباشید یوزارسیف هیچ کاری انجام نخواهد داد. قصد من مزاح بود. یوزارسیف کاری را انجام میدهد که خداوندگار این خانه بخواهد. او باید همیشه از شما سپاسگزار باشد و هیچگاه از الطاف شما سوء استفاده نکند. من همیشه در برابر خداوندگار خویش سپاسگزار خواهم بود. با من بیا. این کتابخانه گنجینه گرانبهایی است که به زحمت فراهم شده. همه این کتاب‌ها را یا من خوانده‌ام یا کتابخانه من سوفر برایم خوانده. جناب پوتیفار دوست دارن کدام کتاب را امشب برایشان بخوانم؟ امشب این کتاب را برایم بخوان. کتابی است که آینده مصر را پیش بینی کرده. نمیدانم این دست نوشته از کیست، اما هرچه هست بسیار قابل تأمل است. اقتدار مصر ابدی نیست و ظلم حاکم بر آن پایدار نخواهد ماند. روزی خواهد رسید که معیارها در مصر دگرگون خواهد شد
و فقیر و غنی جایشان تغییر خواهد کرد. این دگرگونی در پی جدالی خونین رو خواهد داد. ثروتمندان کاخها و غلامان خود را از دست خواهند داد و خدای آمون در میان مردم پرستنده‌ای نخواهد داشت. حکومت را مردم به دست گرفته و خدایی برتر از آمون را پرستش می‌کنند. من نیز گمان می‌کنم این پیشگویی روزی تحقق پیدا کند. اما چگونه؟ نمیدانم. به چه فکر میکنی یوزارسیف؟ گمان میکنم بدانم این حادثه تنها میتواند توسط یک مرد آسمانی یا یک منجی الهی اتفاق بیفتد. فقط او میتواند ثروتمندان و ستمگران را از اریکه قدرت به زیر کشیده و آمون و دیگر خدایان مصر و همه جهان را از رونق بیاندازد. آری، گمان میکنم بدانم. تو بزرگتر از آن هستی که نشان میدهی یوزارسیف. اینها را از کجا میدانی؟ من گمان میکنم که تو نه تنها آمون را نمیپرستی که دشمن نیز میداری. آمون تندیس سنگی بیش نیست و دشمنی با سنگ عاقلانه به نظر نمیرسد. این را بنگر. آمون را نه تنها لایق پرستش که لایق دشمنی نیز نمیداند. اگر آنخ ماها کاهن اعظم این سخنان تو را بشنود خودش را حلق‌آویز خواهد کرد. مبادا عقیده خود را پیش کسی ابراز کنی، مخصوصا از زلیخا بپرهیز که آمون پرست متعصبی است. عالی جناب، می توانم بپرسم شما چه چیزی را می پرستید؟ قبلا آمون را می پرستیدم، اما اکنون نمیدانم. این را با کسی نگو. من از کاهنان معبد آمون بیزارم. می توانم علت این بیزاری را بپرسم؟ ارباب معابد گستاخ و خودکامه‌اند. آنها به جای منافع مصر فقط به نفع خود فکر می کنند. بسیار خوب، کافی است. برو استراحت کن. خداوندا، برای همه دوستانم طلب خیر و نیکی میکنم. خداوندا، پوتیفار، بانو زلیخا، میمیسابو، هونیفر و دیگران را هدایت کن. خداوندا،
برای مادرم شادی روح آرزو میکنم. پروردگارم، برای پدرم یعقوب تقاضای صبر و بردباری دارم. از برادرانت دور نشو. از خودت مراقبت کن فرزندم. این پیراهن را هم بپوش. میدانم درد فراق برای او مشکل است. یاریش کن تا مرا فراموش کند. درود خداوند بر یوسف نبی. درود خداوند بر پیک حق فرشته وحی. چه میکنی یوسف؟ نامه‌ای برای پدرم نوشتم. میخواهم از جناب پوتیفار تقاضا کنم که آن را برای پدرم بفرستد تا او از حال من باخبر شود. نه یوسف، هنوز زمان آن فرا نرسیده. تو و پدرت یعقوب نبی باید این فراق را تحمل کنید. میتوانم بپرسم چرا؟ دلایل بسیار دارد. یکی از دلایل برادرانت میباشند. ببینم یوسف، تو که قصد صدمه زدن به برادرانت را نداری؟ داری؟ اگر پدرم بفهمد آنان را نفرین خواهد کرد. نفرین پدرم زندگی آنان را سیاه خواهد کرد. نه، من نمیخواهم برادرانم صدمه ببینند. اگر یوزارسیف نبود ممکن بود شما را به مزارع کشت پاپیروس یا معدن سنگ بفرستیم. دیروز عالی جناب پوتیفار به درخواست یوزارسیف دستور دادند که شما را به شغل مناسبی منصوب کنم. من از شما میپرسم چه شغلی میخواهید؟ ما نمیدانیم. هرچه پیشکار بزرگ تصمیم بگیرن. تو چون خانسالار با تجربه ای هستی، آماده نمودن غذای بانو زلیخا و جناب پوتیفار به عهده تو باشد و تو چون سواد داری کنترل تعداد غذا به جای یوزارسیف به عهده تو می باشد. موافقید؟ از جناب پیشکار نهایت سپاس و تشکر را دارم. از یوزارسیف تشکر کنید. ببینم چه می کنید. تو دیگر در آشپزخانه کاری نداری. کارهای تو را هویا و سوفر انجام میده. بیا. راهیل، خستم، دل شکستم. میبینی
فرزندانم دشمنم شدند. در امانت خیانت کردم. من هم در امانت تو خیانت کردم. نتوانستم از یوسف خوب مراقبت کنم. شرمنده‌ام راهی، شرمنده‌ام. از زمانی که فهمیدم گرگ فرزندم را نخورده بیشتر نگران شدم که نکند او را کشته باشم. در حال تو بهتر میدانی. تو از جهان دیگر ما را نظاره میکنی. میدانی که الان یوسف کجاست. اگر یوسف مرده باشد بیشک الان نزد تو است. آسوده باش که مرگ یوسف تو را درک نکرده است. سلام برادر. درود بر یعقوب نبی. یوسف تو زنده است و مرگ او دروغی بیش نیست. شما اطمینان دارید؟ من از هیچ مرگی بیخبر نیستم. به دنبال یوسف در دنیای اموات نگرد. او را در جای دیگری جستجو کن. شنیدی؟ برادرت زنده است. یوسف من زنده است. می توانی بگویی او اینک کجاست؟ من فقط از دنیای مردگان خبر دارم. او که بود پدر؟ پیک حق، فرشته مرگ، عزرائیل. من فکر میکردم عزرائیل ترسناک است. نه برای همه کس پسرم. شنیدی راهیل؟ یوسف من زنده است. او نمرده. ما را ببخش راهیل. باید هر چه زودتر برویم. پیش از آن که آفتاب غروب کند برویم پسرم. فکر میکنید کجا رفتن؟ حتما به دیدار مزار راهیل. او هنوز مردگی راهیل را بیشتر از مادرمان دوست دارد. هنوز هم نمیخواهید بگویید بر سر برادرتان چه آمده؟ قبلا که گفتیم پدر. باز هم تکرار کنیم؟ نمیخواهید از این دروغ دست بدارید؟ یوسف را نه گرگ دریده نه مرگ دره بوده. تا توبه نکرده و حقیقت را نگویید شما را نخواهم بخشید. کجا رفته بودی؟ بر سر مزار مادرم. آنجا فهمیدم که برادرم یوسف نمرده. مادرت به تو گفت که برادرت نمرده؟ نه، مرد سپید پوش گفت. پدر گفت او فرشته مرگ است. پاک دیوانه شده. کارش شده بیابانگردی و خیال بافی. دیوانه شما هستید. شما دروغگویید. من از شما بدم میآید. ای برو بنیامین. پدر بنیامین حقیقت را میگوید. چرا تصمیم نمیگیرید همه چیز را به آنها بگویید؟ دیدید که تصمیم من غلط شده، هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. مدتی است از رفتن یوسف میگذرد و پدر کوچکترین توجهی به ما نکرد. او جای یوسف بنیامین را نشاند. حالا که گمان میکردیم به ما رو میخواد آورد. اگر نگفتید وقتی یوسف را از پدر دور کردید توبه میکنید. خب حال وقتم فرا نرسیده؟ دیگر دیر شده. یوسف را نمیتوانیم بازگردانیم. با برملا شدن ماجرا
فقط نفرت پدر و تمام مردم کنعان نصیرمان خواهد شد. اگر حقیقت آشکار شود دیگر روی زندگی در کنعان را نخواهیم داشت. می توانید او را بیگانه معرفی کنید. بگویید او دشمن خدایان است. باید زمینه را برای اخراج او از قصر فراهم کنیم. یک کودک گوسفندچران که نمیتواند بر امور قصر با عظمت پوتیفار مسلط شود. کودکی که تا دیروز در سرگین گوسفندان میخفته، بدیهی است که خفتن بر اطلس و دیوار را بر نمیتابد و طغیان میکند. به کاهنان بگویید با اهالی قصر صحبت کنند و ذهن آنان را نسبت به یوزارسیف روشن کنند. جای او در این قصر نیست. بانوی من، دیشب یوزارسیف را مشغول راز و نیاز با خدای دیگری دیدم. تندیسی آنجا نبود. او با آسمان سخن میگفت. بسیار خوب. امشب نشانم بده. میخواهم از نزدیک ببینم. حتما بانوی من. چیز عجیب دیگر این که او مثل دیوانه ها با خود سخن میگفت. همه یوزارسیف را زیرک و باهوش میدانند. تو دیوانه؟ آهای، تو آنجا چه میکنی؟ علف‌های هرز رو جمع میکنم. اینها گلها رو خوش میکنند و اگر اینها رو جمع نکنیم هم باغچه را زشت میکنند و هم گلها رو بین میبرند. بس کن. کارت رو انجام بده. یوزارسیف با تو هستم. کجایی؟ چه شده؟ چه میخواهی؟ آنها قصد دارن امشب تو را زیر نظر بگیرند. آنها؟ کاریمامه و بانو را میگویند. آنها فکر میکنند تو خدای دیگری را میپرستی. کاهن هم میخواهد اهالی قصر را با تو دشمن کنند. بعدم برایت بیشتر توضیح میدم. من رفتم. آنها چیز که چیده ای؟ به خاطر شما چیدن. من که علف خواه نیستم. علف میخواهم چه کنم؟ نه، یعنی به خاطر شما مجبور شدم بچینم. باز که شد همان. دست بردار. اصلا چه میدانم برای چه چیدن؟ سپاسگزارم. این از عنایت توست که مرا بر توطئه‌های دشمنانم آگاه می‌کند. من کودکی ضعیف و ناتوانم و اگر عنایت تو نبود نابود می‌شدم. نمیدانم. شاید نیمه های شب به پرستش خدایش بپردازد.
خسته نباشید. سپاسگزارم. ظاهرا تصمیمتون برای ساختن کلبه قطعی است. نمیتوانم با فرزندانم زندگی کنم. میخواهم همیشه منتظر یوسف باشم. انتظار تا کی؟ نمیخواهید تمام کنید؟ انتظاری مداوم تا روزی که یوسف باز گردد. تا آن روز در این کلبه زندگی خواهم کرد و بر سر راهی که روزی رفته بود دیده خواهم دوخت. استراحت نمی کنید؟ وقت غذاست. چرا آمدم. بنیامین بیا پسرم. به زعم شما یوزارسیف یک موحد یکتاپرست نیست؟ نه، گمان نمی کنم. ولی من فکر میکنم او خدای آسمان را میپرستد و به خدایان مصر کافر است. یک کودک چه میداند که خدای یگانه کیست؟ او هر طور که تربیت شود همون گونه نیز فکر خواهد کرد. این من و تو هستیم که تعیین میکنیم که او چه چیز را بپرستد و به چه چیز کافر شود. با او از خدایان و آمون بگو. به معبد که میروی او را نیز با خود ببر تا با آیین مصر و آمون آشنا شود. یوزارسیف را آراسته کرده نزد من بیاورید. بگویید تخت روانم را آماده کنند. میخواهم به شهر بروم. تخت روان بانو زلیخا را آماده کن. همیشه همینطور مرتب و آراسته باش. امروز چه زیبا و دلنشین شده ای. به نظر میرسد تو بیش از همسالان خود رشد کرده ای. شما اینطور فکر نمی کنید هونیفر؟ نمیتوان باور کرد که یوزارسیف 11 ساله است. میخواهم امروز تو را با تبس و معبد آمون آشنا کنم. موافقی؟ آشنایی با آیین کهن مصر و آداب و سنن مردمان آن را خیلی دوست دارم. پس با من بیا. زلیخا یوزارسیف را چون فرزند خود دوست دارد، نه فرزند خوانده. کارت را بکن. یوزارسیف بیا اینجا بنشین. می شود من پیاده بیایم و سوار نشوم؟ چرا؟ تخت روان را دوست نداری یا؟ سوار شدن بر دوش دیگران را دوست ندارم. از بانو زلیخا اطاعت کن. حرکت کن.
آنجا غرب است، دنیای مردگان. ما مردگان خود را مومیایی کرده در غرب نیل دفن می‌کنیم. غرب دنیای عجیبی است. ما همراه مردگانمان لباس، شراب و طعام زیادی دفن می‌کنیم تا آنها از لذت زندگی پس از مرگ نیز بهره‌مند شوند. گاه چند تن از خدمتکاران را نیز با آنها دفن می‌کنیم تا با آنها خدمت کنند. یعنی جنس پس از پوسیدن توان پوشیدن و نوشیدن داره؟ می‌دانستم این سوال را خواهی کرد. جسم انسان در جهان دیگر می‌پوسد مگر اینکه مومیایی شود. مومیایی جسم را سالم نگه می‌دارد و روح می‌تواند به جسم مجدد بازگردد. در صورت بازگشت روح، جسم حیات مجدد می‌یابد و از آنچه با خود برده استفاده خواهد کرد. نمی‌توانند قبر را بشکافند و مرده‌ای را که زنده شده دوباره بیرون بیاورند. زندگی بیرون از قبر که بهتر از درون آن است. نمی‌دانم. شاید بشود. اگر توقفمان در اینجا زیاد است، بگویید تخت روان را پایین بگذارند. اینها خسته شدن. نه، حرکت می‌کنیم. نگران نباش. آنها عادت دارند. معبد